ضحاک با سپاهی از وحشت بر ایران تاخت و تاج را رو بود. او 1000 سال حکومت کرد و جمشید فرح باخته 100 سال در کوهها گریخت تا سرانجام به دست ضحاک گرفتار و با اره به دو نیم شد و شکوه کهن فرو ریخت. در میانه آن سالها ضحاک خوابی دید، جوانی با گرز گاوسر که تختش را در هم می شکند. موبدان گفتند کودکی که هنوز زاده نشده پایان تو. فرمان کشتار نوزادان رسید. آبتین ایستاد و جان داد تا همسر و نوزادش فریدون بگریزند. مادر فریدون فرانک کودک را به گاو برمایه سپرد، شیری که جان میبخشید و تقدیر را پنهان میکرد. چون دشمن نزدیک شد گاو کشته شد و فریدون به کوه برده شد تا در پناه سنگ و سکوت بزرگ شود. هر بامداد دو جوان خوراک مارها می شدند، اما ارمایل و گرمایل دو آشپز یکی را پنهان می رهاندند و مغزش را با مغز گوسفند جایگزین می کردند. این جوانان رها شده بعدها نیاکان کردها شدند. وانگاه برای آنکه ستم را داد بنامد ضحاک توماری آورد و خواست مردم امضا کنند که او شاهی دادگر است. در همان دربار کاوه آهنگر برخاست، مردی با 18 پسر که 17 تایشان طعمه مارها شده بودند. تومار دریده شد، پیشمند چرمی بر سر نیزه رفت و بعد آن را به درفش کاویانی تبدیل کرد، نماد امید و مقاومت مردم ایران. نام فریدون در کوهها پیچید و 1000 سال تاریکی لرزید.